کدام دپورتای سمیل مراجعت کنین ما لبای دپورت میکشویم فرق نداره 10 ساله زدگیان 20 ساله زدگیان 100 ساله زدگیان لبای نمو دپورت چکنین مراجعت کنین ما میکشویمش فرق نداره بردار سمیل مراجعت کنین این یکی از همون سخنهای مشینیکا های برادرو دپورت ریشنی سودای تو اسنوانی نباشه کشوده نمیشوه این فقط همون مشینیکا ای گپا میگم بستین شما هیچ کس کشوده نمیتونه تو دیگون اسنوانی نباشه با همه تونه نویسین ویدیو را دست کچه تماشا کنین بعد در در واتساپ بزنم که این مشینیکا هم ویدیو را اول خوب تماشا کنین بسیاری بیچاره هم اپا شوراش نمی روز من یک تصیش پرویک کردم ما تولک پرویک میکنیم پرویک کردم 5 سال زدگنش تا 2029 زدگن دپارشه میگه دودار اگر یکم سوم در کار باشه من میتیم گیرم دپارتی مرا هوی دپارت دادم به شهر ما کنیم انا اگر ماشینیک در بغلطمی اپا چی میشوه اپا میگه 100% میتونم هوی کرده اوزم گفتگه برای بلان گبزستان که پس گبزه نمیبروی اوزم برای برادرها باور نکنین در یگان کس که من دپورت شما را هوی میکنم یا که خلی دن نورمه یگان دپورت هوی کردن نمیشه تو اصلا نداشته باشه کودک بسیار گرشتن رسیه نه خجزه هوای هم که با بسیارش نمیشه برای یگان کس باور نکنین کدام میده که برادر در شهر مسکوسکی اوبلاست رجیستراسیا در کار باشه проверка запрет на въезд бо проверка мекунем ки шуморо чанд сол депорт кардагиан чанд сол дигаш мондагия кай ҳуй мешава метонем мо фаҳмида мақсад ки муроҷиат ки ба ма тоқаги мегум ки ба кадом сайт барои ки ҷода мумкин нест гуфтан мо толка проверка мекунем хетерако бо нанависен да каметераке и мошенника мо толка проверка мо як кас ҳуй карда наметонем ماسکوسکی اوبلاست رجیستراسیا. سلام دوستان، سنجش شناسنامه خارجی یعنی که زگرم پاسپورت برای شما مشکل شده است و شما نمیتوانید در کجا چطور بسنجید و ما پیش راه این مشکل شما را گرفتیم. شما اکنون میتوانید در خانه نشسته پاسپورت های خود را بسنجید و جواب درست را بگیرید. تنها با طریق واتساپ با این برادر صحبت کنید. این برادر بر شما چیزی گفت همان کار را بکنید، البته جواب پوره و عمیق به شما روان میکنند و امروزها هم ای کار را رایگان نمی شود کرد، یعنی که اینها حق کاریشان را نیز میگیرند. به شما برای کار